السلام علیکم بینندگان ما کانال آموزشی رفزنه معرفت. ما خیلی خرسند هستیم که شما درس های ما رو پیگیری میکنید و کمی باشد هم سهم خود رو در پیشرفت علم و معرفت در وطن عزیز و محبوب ما گذاشته ایستادیم. اینک متوجه شوید به مسئله رقم 652 از مواد مرکزی ملی تستی. درازی خط میانه ترپیس 21 سانتی متر، یکی از اساسهای آن از دیگرش 12 سانتی متر درازتر. درازی اساسی خورده ترپیس را یابید. بینندگان و طالب علمان، مسئله 652 رو حلش رو من پیشکش میکنم. مسئله های 653 و 654 اهمیت دهید و متن آن در اکران شما است. میتوانید اسکرین شات کرده و خود گیرید. من میخواهم که مسئله های 653 654 از طرف شما حل کرده شوند و جواب درست را یابید و در کامنتاریا به ما نویسید. حتما نویسید. ما منتظر جواب های شما، یعنی 653 654 وظیفه خانگی برای شما است. اکنون میپردازیم به حل مسئله رقم 652. خوش بینندگان گرامی، ما میدانیم که خط میانه ترپیزیا که در حاصل تصویر ما این پارچه ME است با نیم سومه حاصل جمع اساس ها برابر است. اگر اساس خورد را X گویم، اساس کلان 12 جمع X می شود. موافق شرطی مسئله. پس ME برابری B3 جمع AD تقسیم 2. این به چی برابر می شود؟ این از اینجا وقتی که x را میابیم به 15 سانتی متر برابر می شود. یعنی درازی اساسی خورد به 15 سانتی متر برابر هست. بار دیگر من میخواهم متنهای مسئله های 653 654 رو ببینید در اکران خود. میتوانید آنها را اسکرین شات کنید و حتما آنها را حل نمایید. موافقی که چنانه که من درباره حل آن را نشان دادم، حل نمونوی را شما این دو مسئله را حل کرده در کامنتاریای خود نویسید. با ما بودن را فراموش نکنید. اینچنین آبونه شوی و گذاشتن تگمچه پسند، تگمچه لایک را نیز فراموش نکنید تا که ویدیوهای ما بیشتر پهن شوند و دسترسی دیگر دوستان و رفیقان و دیگر خوانندگان گردند. در امان خدا باشید. پناه به خدا. آموختن علم و فرهنگ و آموختن معرفت وظیفه اساسی ما است. آن را فراموش نکنید. تاجیکستان به پیش.